سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به چنل ترفند. امروز قراره به بررسی 6 مکان عجیب بپردازیم که مکانهای جالب و ممنوعه هستن. حتما تا پایان با ما همراه باشید. پیش از هر چیز فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید. اگه از این نوع ویدیو خوشتون اومد حتما با لایک ها و کامنت هاتون به همون اعلام کنید. شماره 1، مثلث برمودا. مثلث برمودا در واقع منطقه‌ای در اقیانوس آتلانتیک یا همون اطلس بین برمودا، پورتوریکو و فلوریدا است که به ناپدید کردن کشتی‌ها، قایق‌ها و هواپیماها و به طور کلی هر چه که در آن منطقه و یا بر فراز آن منطقه باشد شهرت دارد. گفته شده که از دهه 1600 تا حالا بیش از 1000 کشتی و هواپیما در مثلث برمودا ناپدید شده است. بعضی‌ها به این منطقه مثلث شیطان نیز می‌گویند و دلیل آن هم ناپدید شدن هزاران انسان در آن است. مثلث برمودا واقعا یک مثلث نیست، بلکه 3 منطقه پورتوریکو، برمودا و فلوریدا در اقیانوس اطلس است که با هم تشکیل منطقه‌ای مثلثی شکل دادند و چه بتوانید رد پای شیطان را در اطراف برمودا پیدا کنید و چه نتوانید در این که ذات برمودا با اسرار و رمز و رازهای زیادی گره خورده است و پر از راز است، هیچ شکی وجود ندارد. شماره 2، منطقه 51 آمریکا. بسیاری معتقدند اشیایی که مردم در آسمان مشاهده و تصور می‌کنند بشقاب پرنده هستند در واقع هواپیماهای جاسوسی هستند که از این پایگاه محرمانه نیروی هوایی آمریکا به پرواز در می‌آیند. سازمان جاسوسی آمریکا یا همون CIA در سال 2013 میلادی برای نخستین بار و به طور رسمی به وجود چنین مکانی یعنی منطقه 51 اذعان کرد. مناطق اطراف این پایگاه به ویژه شهرستان کوچک ریچل در بزرگراه فرازمینی از محبوب ترین نقاط گردشگری آمریکا محسوب می شوند. اما کسی تاکنون نتوانسته است این پایگاه را از نزدیک ببیند. تصاویر ماهواره‌ای اما ساختمان‌های این پایگاه را نشان می‌دهد. ولی در نقشه‌های دولتی آمریکا هیچ نشانه‌ای از منطقه 51 وجود ندارد. فعالیت‌های فوق سری ارتش آمریکا در این منطقه باعث رواج شایعات فراوانی درباره آن شده است. برخی معتقدند بقایای یک سفینه موجودات فضایی که ادعا شده در سال 1947 در رازو نیومکزیکو سقوط کرد نیز در این پایگاه نگهداری می‌شود. شماره 3، آرامگاه چین شی هوانگ، نخستین امپراتوری که چین را متحد و یک پارچه کرد. ساخت این آرامگاه در زمان حیات این امپراتور آغاز و احداث آن 38 سال و تا پس از مرگ پادشاه به طول انجامید. گفته می شود چین شی هوانگ پس از رسیدن به قدرت بلافاصله ساخت این مقبره را آغاز کرد. مقبره چین شی هوانگ در 30 کیلومتری شرق شهر شیئان قرار دارد. این بنا نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. گفته می شود پس از مرگ چین شی هوانگ 7000 سرباز سفالی که برای تک تک آنها اسب و تسهیلات جداگانه‌ای طراحی شده بود نیز برای محافظت از او در کنارش به خاک سپرده شدند. برای آنکه کسی از جای مقبره مطلع نشود از رودهای جیوه‌ای در این آرامگاه استفاده شده است. با اینکه سربازان سفالی مدفون در کنار مقبره پادشاه کشف شده اند، هنوز کسی از مکان دقیق این مقبره مطلع نیست. حتی گفته می شود کارگرانی که این مقبره را ساختن نیز در پایان کار در این مقبره زنده حبس شدند تا کسی از مکان دقیق مقبره آگاهی پیدا نکند. شماره 4، شهر میجقوری در روسیه. این شهر به اصطلاح فنی بسته که در جمهوری باشیرقان قرار دارد به عنوان یک پناهگاه در برابر حمله احتمالی اتمی است و میتواند حدود 17,000 نفر را در خود جای دهد. این شهر در جنوب رشته کوههای اورال قرار دارد و گفته می شود اطراف آن سنسورهای تشخیص حمله اتمی وجود دارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این مکان محل استقرارگردانی از نظامیان روس و در واقع یک پایگاه سری برای موشک‌های هسته‌ای است. این مکان نیز از مکان‌های ممنوعه به شمار می‌آید. شماره 5: جزیره مارها در برزیل. جزیره کوچکی که در اقیانوس اطلس و در 93 مایلی شهر سائوپائولو برزیل واقع شده، محل زندگی بیش از 4000 مار سمی خطرناک است. خطر این مارهای سمی آنچنان زیاد است که دولت برزیل بازدید از این جزیره را ممنوع کرده است. شایان ذکر است که گاهی دانشمندان برای انجام تحقیقات به این جزیره می روند، اما هیچ انسان یا موجود پستانداری در این جزیره یافت نمی شود. شماره 6: شهر متروکه سنترالیا. این شهر در کلمبیا در ایالت پنسیلوانیا قرار دارد. جمعیت این شهر از 1000 نفر در سال 1981 به 10,000 نفر در سال 2010 میرسد. بخارهای ناشی از سوختن زغالسنگ در معدن زیرزمینی این شهر و فرونشست ناشی از آتش سوزی باعث شد مردم این شهر را ترک کنند. سنترالیا محل بزرگترین آتش سوزی زغالسنگ است که از سال 1962 در حال سوختن است و گفته می شود به قدری زغالسنگ در زیر زمین آن وجود دارد تا 250 سال آینده هم این سوختن ادامه خواهد داشت. به پایان پارت 1 این ویدیو رسیدیم. مکانهای ممنوعه و جذاب بسیاری وجود داره که میخوایم در پارت‌های بعدی باز هم به اونها اشاره کنیم. فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید. اگه از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما با لایک ها و کامنتاتون به همون اعلام کنید. امیدوارم همیشه شاد و سرحال باشید. خدا نگهدار.